سلام، وقت بخیر. امروز الگوی اساس دامن با متد مولر رو میخوایم رسم کنیم که یه سری نکات داره که حتما باید در نظر بگیریم. اندازه‌گیری روی بدن رو در جلسه بعد بهتون میگم، ولی که معمولا اندازه‌گیریش ساده است. یک اندازه دور کمر میخوان که محلیه که نوار کورسله رو میبندی، میشه اون قسمت باریک‌ترین قسمت کمر که با خط آرنج تقریبا یکیه. اینو اندازه دور کمر. دور باسن میشه اندازه پهن‌ترین و بزرگترین قسمت باسن. خط باسن از زیر نوار کورسله تا روی برآمده ترین قسمت باسن و خط دامن که دلخواه. و از نقطه 1 تا نقطه 2 میشه 1/2 دور باسنمون. ارتفاع این میشه خط دامنمون. و از نقطه 1 تا این نقطه که ما اینجا داریم، حالا من اینجا هم یه 2 دارم، میشه خط باسن. خط باسن رو که علامت زدیم مستقیم به خط جلوی دامن امتداد میدیم. این قسمت CF دامنه، یعنی جلوی دامنه. این میشه CB، یعنی پشت دامن. بعد این کاری که ایجاد کردیم رو تقسیم بر 2 میکنیم و یک خط عمودی از بالا تا پایین رسم میکنیم. برای بقیه مواردی که میخوایم الان روی الگو پیاده کنیم، یه نکته رو باید بهتون بگم. از نقطه 1 به اندازه 1/2 دور کمر رو که این خط سبزیه که من اینجا دارم علامت میزنیم، مثلا میشه نقطه B. خب این نقطه که علامت زده، از این نقطه B تا این خط CF هر اندازه‌ای باشه، باید بر اساس این اندازه ما مقدار ساسونی که نیاز داریم رو دامنمون رو محاسبه کنیم. مثلا از این نقطه C تا B که من اینجا دارم 12 سانتی متر. یه سری کارا باید روی 12 سانتی متر انجام بدیم که به عنوان ساسون دامن در قسمت جلو و پشت ازش استفاده کنیم. من این 12 سانتی متر رو یک بار تقسیم بر 2 میکنم، میشه 6 سانتی متر، که این 6 سانتی متر میشه ساسونی که در قسمت جلو و پشت دامن روی خود دامن بسته میشه. یک بار این 6 سانتی متری که اینجا به دست آوردم تقسیم بر 2 میکنم، میشه 3 سانتی متر. این 3 سانتی متر رو یک بار به علاوه نیم میکنم، میشه 3.5، که ساسون از این نقطه اینجا خط وسطی که گفتن کادر رو به 2 قسمت تقسیم کرده، به سمت جلو بیشترین مقداری که به دست میاریم وارد میشیم و یک بار منهای نیم میکنیم و این مقداری که به دست میاریم به سمت پهلوی پشت خارج میشه از همین خط وسط. این قسمت میشه خط پهلوی ما، که بعد از اینکه این نقاط رو مشخص کردیم، از این نقطه خط باسن با خطکش منحنی این خط رو به سمت بالا امتداد میدیم. خب امتداد میدیم تا 1 سانتی متر بالاتر از خط کمر. برای الگوی جلو هم همین کار رو انجام میدیم که این نقطه رو به خط بالا، یعنی تا اینجا 1 سانتی متر بالا رسم کنیم. برای رسم این قسمت هلالی که شما اینجا میبینید حتما از خطکش منحنی استفاده کنید. از این نقطه یه جوری خطکش منحنی رو بزنیم که به خط اول این ساسون، یعنی به اینجا صفر بشه، حدوداً وسط خط، یعنی ربطی به ساسون هم نداره، یعنی شما تا وسط این خط کمر اینو هلال کنید. برای الگوی جلو هم همین کار رو انجام میدیم. بعد برای اینکه ما بخوایم ساسون رو رسم کنیم، از این خط اینجا خط CB 6 سانتی متر داخل میشیم. بعد از اینکه این 6 سانتی متر همیشه ثابته، این 6 سانتی متر رو داخل شدیم، به اندازه مقدار ساسونی که ما اینجا باید بگیریم اندازه میزنیم. ولی چون من اینجا گفتم 6 سانتی متر این ساسون رو داشتم، نمیتونم یک جا 4 سانتی متر ساسون بگیرم. 3 سانتی متر رو اینجا میگیرم، 1 سانتی متر رو اینجا، که در مجموع میشه 4 سانتی متر. 6 سانتی متر داخل میشم، یک علامت میزنم. از این نقطه به اندازه 3 سانتی متر داخل میشم که مقدار ساسون اولمه. علامت میزنم، وسط اینو انتخاب میکنم، به دست میارم 1.5 سانتی متر. به ارتفاع 13 تا 15 سانتی متر این ساسون ما باید امتداد پیدا کنه و بعد ساسون رو به نقاط 4 و 5 ما وصل میکنیم. فاصله این نقطه تا نقطه 5 رو نصف میکنم. وسط این بر اساس خطکش رو به صورت گونیایی میذارم روی این خط مورده که اینجا دارم. بر اساس همین یک خط صاف رسم میکنم به طول 12 تا 14 سانتی متر.
و چون 1 سانتی متر بود ساسونم، نیم سانتی متر به این سمت راست و نیم سانتی متر به سمت چپ میرم و به نوک ساسون رسم. برای قسمت جلو باز هم باید بر اساس این خط مورب من ساسون رو رسم کنم. به چجوریه که من این خط رو اندازه میزنم، 1/2 اینو به دست میارم، یا بر اساس این میتونه بری، یا این که میتونه از این نقطه پهلو، خب از پهلو نقطه 6م به اندازه 6 تا 8 سانتی متر داخل بشین. بعد 2 سانتی متر ساسون من که 4 سانتی متر اینجا گرفتم، از 6 سانتی متر رو 2 سانتی متر میمونه که باید برای پشت بگیرم. این 2 سانتی متر رو از این نقطه بریم به سمت جلوی دامن بر اساس خط اوریبی که اینجا دارم، موربی که دارم، خط که به صورت گونیایی میذاریم و به طول 8 تا 10 سانتی متر یک ساسون اینجا میبندیم. تمام نکات اینجا رو باید رعایت کنیم، تمام اندازه ها رو باید رعایت کنیم. طول دامن رو که ارتفاع دامن بر اساس اون خطی که خودتون دوست دارین و بر اساس این یک الگوی اساس دامن، یک دامن تنگه که اگر بخوای برای خودتون بدوزی حتما